برخیز ای دلاور، برخیز ای دلاور، به شیر هست پنشیر، ریزد ز چشم عالم خونانه همچو باران. همایش برای گرامی داشت خاطره احمدشاه مسعود در سفارت افغانستان در دوشنبه با حضور پناهجویان افغان و مهمانان دیگر، سفیر کابل اظهار امیدواری کرد که روز برسد و چنین مراسم و جشنها را در افغانستان برگزار کنند که زیر دست طالبان است. هر کس خودش می‌آمد شمع خود را می‌ماند و امروز در این محفل بزرگ از هفته شهید اشتراک کردند و همه‌تان یک بار دیگر خوش آمدید میگم با آرزومندی روزی که روزهای مذهبی، روزهای تاریخی و روزهای قهرمانای خود را در زیر آسمان نیلگون سرزمین خود با تجلیل بگیریم و در سرزمین خود باشیم. حاضران نشست حکومت طالبان را تنقید می‌کردند که با آمدن به سر قدرت در 2 سال پیش مردم و به خصوص زنان را از حق زیادی انسانیتشان محروم کردند. ما که نیستیم صدا بلند میکنیم، در واقع صدای مقاومت هست. صدای مقاومت تنها در کوهپایه هندوکش نیست، صدای مقاومت در امی هم است که بلند میشه و شما حضور پیدا میکنین و خاطر روح شهدایی که در مقابل اینمی لشکر وحشت و بربریت ایستادند. چهره‌های شناخته تاجیکستان نیز در محفل حضور داشتند. سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان ابراز داشت که مردم کشور در کنار ملت جفاکشیده افغانستان همسایه هستند. من در کار دولت دیگر دخالت نمیکنم. سرزمین افغانستان سرزمین خراسان بزرگ، سرزمین نیاگان باباهای ماست. شما اولادای ما هستید. من درباره اولادهای خودم گپ میزنم. این جنایت نیست. احمدشاه مسعود که از فرماندهان سابق جبهه مقاومت و یک چهره معروف در افغانستان سال 2001 در نتیجه یک حمله تروریستی کشته شد، او در بین مردم تاجیکستان هم شهرت زیاد دارد. خب ما اگر به پدیده احمدشاه مسعود و به میراث احمدشاه مسعود اگر نگاه کنیم، این پدیده و این میراث برای بقای هویت سیاسی تاجیکان هم در افغانستان و هم در منطقه بسیار یک ارزش بزرگ است و همین ارزش است که امروز مایه همبستگی و همدلی مردم تاجیکستان با مردم افغانستان شده است که در چنین سرنوشت سیاه و تاریک و بی آینده مردم ما با اونها هم به لحاظ فکری، هم به لحاظ معنوی و هم به لحاظ حیاتی با اونها همبسته هستند. در خاتمه محفل کتاب صالح محمد ریگستانی، یکی از همسنگران احمدشاه مسعود با نام مسعود و مبارزه که با حروف سیریلیک نشر شده است به مهمانان تقدیم کردند.